میخوام روز پدر رو تبریک بگم، اما بغض نمیذاره. به کی باید تبریک بگم؟ به این پدرایی که تو کوچه خیابون دارن قلقم میشن، به اینا که به خاطر شرمندگی که جلوی اهل و عیالشون کشیدن الان رفتن جلوی گلوله واسدن، جلوی باتون واسدن. به دردشونو بگم، یه چاره‌ای واسه دردشون یکی کنم، به جای اینکه چاره ساز باشن واسه شون، جوابشون با ساچمه و باتون و لگد و مشت و برچسب اختشاشگر و معاند و ایناست. آره، روز پدر رو تبریک میگم. روز شرمندگی رو بیاد اصلا اسم پدر و روز پدر رو توی تقویم عوض کنیم، بذاریمش روز شرمندگی، روز گریه های بی صدا، روز کاسه چه کنم دستتون گرفتن مردا. بغض نمیزنم حرف بزنم، نمیتونم حرف بزنم. منم یه پدرم. پدر وقتی شرمنده باشه چی بگم؟ به کی بگم؟ دردمون رو به کی بگیم؟ کسی میشنوه؟ کسی ما رو میبینه؟ بیایم حرف بزنیم، چماقه که تو سرمه حرف نزنیم، مردم دلخور میشن هیچی نگفتیم. ما تا جایی که جا داشته باشه حرفمون رو میزنیم، تا جایی که نفس داشته باشیم حرف میزنیم. این روز پدر تبریک نداره. به جاش بیاد یه روز نامرد بذاریم توی تقویم، تبریک بگی به مسئولین ایران، از رئیس جمهورش گرفته تا اون کارمند پایینی وزارت خونه ها که هیچ کاری نتونستن بکنن واسه این مردم. نماینده های مجلس ما که یه عده گاو و گوسفند و بلا نسبت گاو و گوسفند هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. عملا یه گاوی و یه گوسفند یه شیری میده، اینا هیچی. از همه بی بخورتر و بی غیرتتر میکن رئیس جمهورمون وای پزشکی ها پندم میگیره. نمیدونم اصلا این پست واسه چی ضبط کردم، یه هایی شد.